سوراخ سمت راستی توی این خب دوباره توی این میاری بین این دوتا پولکان میندازی تا اینجا متوجه شدی؟ بله. دوباره داخل این خب بعد زیر این تیغ یه سوراخ داره زیر این تیغه این برابط باشه از این بر میگیرم خب بعد از این با یه مقدار کتش کنی اینطوری یا کن این فنره رو دیدی؟ زیرش فنره دیدی باید بندازی تو این فنره بعد از اینکه از زیر تیغ عبور میکنه میندازی زیر اون فنره یا کن از اون بره میگیری بعد دیگه بازم نوبت قلابه اینجا هم اگه بتونی با دست شب بندازی دیگه خیلی عالیه دیگه اینجا از کجا داری میندازم که آره از پشت اون که از اون شیارش رد بشه آروم میکشی که به جای گره نخوره مثل اینا گره نخوره مرحله بعدی رو باید از اینجا بگیری دیگه میچرخونی نوکش بایر رو آره میاد بیرون از اون میدید بیرون این میشه نوکش این تیکش مشابه صنعتی هست تقریبا دوباره این نخم باید از این پشت تیغ رد کنی بندازی بیرون ولی به یه شرط که مثلا این میگیری اون ورش کنی که همه این تابش بیفته اون ور خب این الان دوتا نخ خب این دره رو میبندی اصلا به این دیگه کاری نداری خب میریم به نخ وسطیه نخ چپیه یه زمان نخ سمت چپ اینطوریه درسته به این صورت من اینقدر توضیح